باشه در اسلام یک قاعده طلایی است. حدیث حضرت صلی الله علیه و سلم است که لا ضرر و لا ضرار، ضرر دیدن و ضرر رساندن حرام است. اول بار در تاریخ انسانیت همین کارانتین مسلمان‌ها جاری کردن. این کارانتین میگن. حضرت عمر وقتی که به شام اومد همین قصد داخل شدن به دمشق داشت، در دمشق بیماری وبا بود، وبای امواس میگن، بسیار یک درد حرینم، همین مردم اکثرش مبتلا شدگی. حضرت دیلا بود اونجا بدروم ندروم که عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه اومد گفت من از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که وقتی جای وبا میخیزه مردم داخل حق خارج شدن ندارن، مردم خارج حق داخل شدن. بعد حضرت گفت نمیدروم اگری. این حضرت ابو عبیده جراح ولی شام بگیم اونجا بود. بعد گفت افرارا من قدر الله یا امیر المؤمنین، ای تقدیر خدا میگریزی یا امیر المؤمنین؟ حضرت گفت نعم افر من قدر الله الى قدر الله و فی روایت بقدر الله. ولی گفت از تقدیر خدا به سوی تقدیر خدا میگریزم. یعنی مقصد که اگر به شرطی که اجلم رسیدگی باشه هیچ کار گوش نمیکنم، موزی لغت میکنم، میدروم کسل میشم. لیکن خداوند عقلم داده است. اوقی با پیغمبر نصیحت کرده است که ندروی. مثال انا عمرم که هم مقدار مونده باشه به عقلی میکنم نمیدروم، مقصد که در همین بلا مبتلا نمیشم. مرتضی را گفت روز یک جهود کوز زی تعظیم، مرتضی را دید یک روز یک جهود کوزی تعظیم خدا آگاه نبود. گفت او را گفت خود را اندر افکن حین زیبام و اعتماد کن به حفظ حق تمام، تا یقین گردد مرا ایقان تو و اعتمادی خوب و با برهان تو. و حضرت شما میگن همه به تقدیر الله و وابستگی، همین گپی خودت در خودت باوری داری کو برو ای بالای بام پر سرکی و من یقین میکنم که انشالله هم یقینت سخت دست در دین اسلام. پس امیرش گفت خاموش کن برو تا نگردد جانت از گفتن گرو، بنده را چی زهره باشد ای فضول بنده را چی زهره باشد کس فضول امتحانی حق کند ای گیچی گول. این بنده کسافت چی حق داره که خدا را امتحان میکنه؟ او امتحان پروردگار ای ربی. من میگه شیخ را که پیشوا و رهبر است گر مرید امتحان کرد او خر است. همین مرید شیخی که چه به خاطر امتحان اگر بره و سوال کنه او مرید نیست، او یک خره. بنده چه حق داره که خدا را امتحان میکنه؟ مقصد اگر اجلت بود شدگی باشه طریق خداوند عقل ایت زویل میکنه، میره هم بلو میپری میزنی گردنت میشکنه. میگه خدای بزرگ عقل داده است، فراست داده است، انسانی ترا فهموند که همین کارا نکن. اما سلامتی برای تو ضرور است. این جسد در ذمه تو حق داره. نگفته است که برای بلوی بوم پرکو. مقصد من خودم حفظ میکنم. همین مسجد هم حکمش همیه. اگر واقعا همین ضرورت شود به حکم همون لا ضرر و لا ضرار واقعا امکان داره که منع کنن، که مردم اجتماع نکنن، جمع نشون. فقطا کسل بیزی بیاخی. ولی این خیتوی لعنتی دا ولی هم کمای برای که اون مردم دیسیپلینشو سخت هست. به حد نظامشو سخت هست. خانم بروردگی هم. هر کسی همین کسلی داشته باشه و اشکار نکنه میپروانش در پیش مردم. رستری. به سود سلیست. هر کسی که صحت هیا او گفتن ای خونه‌تون نبروی کو همین خونه‌اش ببروی پاجیز نیست اکلوچینش میتم. یعنی با وجود یامو این قبیسی شده است همه در خونه مخزدگی نمیبرویند. اون مردم بسیار مردم همتری با ترتیب هم مردم مو ترتیب نداره گوش نمیکنن چیرا بسیار تو اما برای چی در ایرانی قد زیاد پنشی او برای که اهمیت نمیتیم.